بعد از عکس و فیلم هایی که از پژمان جمشیدی در فرودگاه ترکیه و سپس فرودگاه کانادا بیرون اومد، دوباره گمانه‌زنی ها برای بازنگشتن پژمان به ایران قوت گرفت. در همین حین چند ساعت پیش پژمان جمشیدی برای دوستش دکتر کلبیانلو وایس فرستاده و به حواشی داغ این روزهای فضای مجازی در مورد برگشتن یا برنگشتنش به ایران پاسخ داده. این وایس رو با هم میشنویم. سیمین هستم، به این ویدیو خوش اومدید. انقدر در مورد خودم شایعه و دیگه واقعا سر شدم، یه جونی برای نه خوندن نه شنیدن دارم. فقط یه چیز از خدا میخوام که واقعیت مشخص بشه و دست تک تک این آدمی که الان به این راحتی من قضاوت میکنن رو بشه و شاید اگر این واقعیت رو بشه واقعیت زیادی در مورد این آدمی که راجع به من حرف میزنن رو بشه، یعنی مشخص بشه اینا به هیچ چیزی معتقد نیستن، اینا به راحتی میتونن با شرف، آبرو و تمام چیزی که یک انسان در طول 25 سال شهرت جمع کرده بازی کنه، چون براشون اهمیتی نداره. خدا رو شکر که این اتفاق افتاد، من دست تک تک اینو برای حداقل من روش شد. من هم همکارای خودم و هم هر کسی که راجع به قضاوت بد میکنه رو به خدا واگذار میکنم و هیچ دفاعی از خودم ندارم، چون میدونم که بالاخره حق به حقدار میرسه. و اینم بگم که من خودت منو میشناسی، من برترین گناه دنیا رو بکنم دوست دارم در سیستم قضایی کشور خودم و در پیشگاه مردم خودم قضاوت بشم. مثلا کشوری غیر از ایران نمیشناسم در دنیا. من هر جا باشم برمیگردم، چه برسه الان که خیلی کار دارم، من باید خیلی حق خودمو بگیرم. من مگه کاری کردم که ترسیده باشم درم؟ کاری هم کرده باشم نمیرم. وای بالا الان که هیچ گناهی انجام ندادم. خداوند بالا سر شاهده. خدا نگذار از اونایی که اینو غیر از این برای مردم بو میکنن. من بدون تردید برمیگردم کشورم، کجا برم و بعد اینکه خانواده‌مو دیدم برمیگردم و تازه شروع میکنیم به گرفتن حق. مرد و مردونه محل رفتن نیستم، محل موندنم. من ریشم تو این خاکه، من کودکی خاطره دارم، من ننه پیر دارم. کجا نظرت رو درباره این وایس تو کامنت ها بهم بگو و کانال رو هم سابسکرایب داشته باش.